امروز با موضوعی بسیار مهم و جذاب در خدمت شما هستیم. در این ویدیو قصد داریم به بررسی کامل و جامعی از ارزهای دیجیتال بپردازیم و تمامی جنبه‌های مهم آن را مورد بحث قرار دهیم. پس تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. بخش اول، ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی است که برای مبادلات مالی و تراکنش‌ها به کار می‌رود. برخلاف ارزهای سنتی که به صورت فیزیکی موجود هستند، ارزهای دیجیتال فقط به صورت دیجیتالی وجود دارند و توسط فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند بلاکچین مدیریت می‌شوند. بخش دوم، تاریخچه ارزهای دیجیتال. اولین ارز دیجیتال، بیت کوین، در سال 2009 توسط فردی یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. هدف اصلی بیت کوین ارائه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بود که نیازی به واسطه‌های مالی نداشته باشد. پس از بیت کوین، ارزهای دیجیتال دیگری نیز توسعه یافتند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. بخش سوم، فناوری بلاکچین. بلاکچین یک دفترکل دیجیتال غیر متمرکز است که تمام تراکنش‌ها در آن ثبت و ذخیره می‌شوند. هر تراکنش در بلاکچین به صورت یک بلوک ذخیره می‌شود و این بلوک‌ها به صورت ذنجیره‌ای به هم متصل می‌شوند. این فناوری به دلیل شفافیت و امنیت بالا، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بخش چهارم، استخراج یا ماینینگ. استخراج ارز دیجیتال فرایندی است که در آن تراکنش‌های جدید به بلاکچین اضافه می‌شوند و ارزهای جدید ایجاد می‌شوند. این فرایند نیاز به حل مسائل پیچیده ریاضی دارد که توسط کامپیوترهای قدرتمند انجام می‌شود. استخراج کننده به عنوان پاداش برای کمک به تأمین امنیت شبکه، ارز دیجیتال دریافت می‌کنند. بخش پنجم، کیف پول‌های دیجیتال. برای ذخیره و مدیریت ارزهای دیجیتال نیاز به کیف پول‌های دیجیتال داریم. این کیف پول‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: کیف پول‌های گرم آنلاین و کیف پول‌های سرد آفلاین. کیف پول‌های گرم به اینترنت متصل هستند و استفاده از آنها راحت‌تر است، اما از نظر امنیتی ضعیف‌تر هستند. کیف پول‌های سرد به اینترنت متصل نیستند و امنیت بیشتری دارند. بخش ششم، انواع ارزهای دیجیتال. علاوه بر بیت کوین، ارزهای دیجیتال متنوعی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برخی از این ارزها عبارتند از اتریوم، دومین ارز دیجیتال محبوب بعد از بیت کوین که برای اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز استفاده می‌شود. ریپل، ارزی که برای تراکنش‌های سریع و کم هزینه بین‌المللی طراحی شده است. لایت کوین، ارزی که به عنوان نسخه سبکتر و سریعتر بیت کوین معرفی شده است. بخش هفتم، مزایا و معایب ارزهای دیجیتال. ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارند، از جمله غیر متمرکز بودن. ارزهای دیجیتال توسط یک نهاد مرکزی کنترل نمی‌شوند. به امنیت بالا، تراکنش‌ها در بلاکچین ثبت می‌شوند که از تغییر و تقلب جلوگیری می‌کنند. به شفافیت، تمامی تراکنش‌ها به صورت عمومی قابل مشاهده هستند. اما این ارزها معایبی هم دارند. نوسانات قیمت. ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارند و قیمت آنها می‌تواند به سرعت تغییر کند. مسائل قانونی. هنوز در بسیاری از کشورها قوانین مشخصی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارند. ریسک‌های امنیتی. کیف پول‌های دیجیتال ممکن است هک شوند و ارزهای دیجیتال از دست بروند. بخش هشتم، چگونه ارز دیجیتال خریداری کنید؟ برای خرید ارز دیجیتال می‌توانید از صرافی‌های آنلاین استفاده کنید. ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کنید و سپس با استفاده از کارت بانکی یا روش‌های دیگر ارز دیجیتال مورد نظر خود را خریداری کنید. برخی از صرافی‌های معتبر عبارتند از بایننس، کوین بیس، کراکن. بخش نهم، کاربردهای ارزهای دیجیتال. ارزهای دیجیتال کاربردهای متنوعی دارند. پرداخت‌ها و تراکنش‌ها. می‌توان از ارزهای دیجیتال برای خرید کالای و خدمات استفاده کرد. سرمایه‌گذاری و تیرید. بسیاری از افراد ارزهای دیجیتال را به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری می‌خرند. قراردادهای هوشمند. از اتریوم برای اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز استفاده می‌شود. نتیجه‌گیری. در این ویدیو به بررسی کامل و جامعی از ارزهای دیجیتال پرداختیم و تمامی جنبه‌های مهم آن را مورد بحث قرار دادیم. ارزهای دیجیتال یک تکنولوژی نوین و جذاب هستند که می‌توانند آینده مالی جهان را تغییر دهند. امیدواریم این ویدیو برای شما مفید بوده باشد. اگر سوال یا نظری دارید، حتما در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.